مجمع بزرگ سیاحی و خدمترسانی و مهمانخانه سیاحان واقع در ناحیه واسع ولایت ختلان. موضع مناسب برای سیر و تماشای شما عزیزان. در اومدگاه با حشمتش بازگوی صنعت نادر معماری تاجیکان. شرشره بلند با آب شیر بر این مصفا و فواره دورادوری دقت جلب کننده آن به کس بخشد روح و الهام. هیکلچه حیوان و پرنده های نادر کوهستان تاجیکستان و پیکره آدمان با سر و لباس ملی، در دست سازهای موسیقی، اینچنین اشیای روزگار در هر قبط فواره و دیگر گوشه های مجمعه بازگوی زندگی آدمان، البته در هر دور و زمان. سلسله تصویرات فواره شرشره در مجموع حدود مجمع تجسمگر تاریخ پر افتخار ملت تاجیک و طبیعت بای و رنگین سرزمین بیشتاسای تاجیکستان. مهمانخانه نمای بیرونش با صنعت کندکاری و نقاشی آرا یافته. بینای 4 آشیانه دارای 42 حجره گوناگون درجه. در هر کدام جهاز لازمه، در مجموع محیط سازگار زیست و زندگانی برای 150 نفر فراهم گردیده. خدمترسانی ها مطابق به زمانه، خلاصه راحت بخش است. این همه امکاناتی موجوده. تالار سقابازی هم دارد این مهمانخانه. روزگار و زندگانی تاجیکانه تصویر یافته است در دیوارها ماهرانه. دو طرف خانه، تابستانه و زمستانه، هم در قهوه خانه آماده می گردد خوراک های لذیذ تاجیکانه. شرایط موجوده موافق است برای گذرانیدن توی و معرکه. امکانیت خوبی تشکیل و برگزار نمودن واخوری و مشورت نیز هست در این مجمع. تالار برهوای مجلس با 80 جای در یک گوشه. استراحت بیشتر را میتوان احساس نمود در 2 حمام بنیاد شده، مردانه و هم زنانه. دو حوض کلان شناوری را با چشم سر باید دید در صحن مهمانخانه. در نزدیکی مهمانخانه حوض ماهی با درازی 170 و پهنایی 20 متر دامن گسترده به خاطر فراغت نفرانی می آمده. حجم ماهی موجوده در حوض 10 تانه. صحبت کده های راحت بخش دارد این گوشه.
سیاحان امکان دارند ماهی را گیرند، پزند و استعمال کنند به یگان مانع. 15 نمود پرنده کوهستان تاجیکستان و خانگی در مجموع بیش از 500 سر، اینچنین 60 سر زرگوش، شترمرغ و بز کوهی هم در اینجا نگاه داشته شده است به خاطر تامین بالیدروحی هر یک مهمان. حتما باید دیدن کرد از گرمخانه این مکان. زم شود به کس روح الهام بیکران. در گرمخانه مخصوص گردانیده شده هم امکانیت خوبی گشت و گذار موجود است برای سیاحان. درختان سوبتروپیکی لیمو، افلیسون، مندرین، کیوی، میوه‌های گریکی و همچنین انگور دارد داخل آن. حوض ماهی گرمخانه اینچنین گوشه پرنده‌ها و زرگوش تشکیل کرده شده است مخصوص برای فراغت مهمانان. نهال درختان آرایشی و میوه دهنده گلوب بوته‌های این موضع فایده بخش است به سلامتی انسان. غیر از این در اطراف باز 20 هکتار باغ است با درختان میوه دهنده که دارای راه‌های اسفالت پوشی سفته. برای تماشای سیاحان از حدود مجمع و باغ‌های میوه دهنده اطراف 10 ماشین الکترومبیلی دارند کارگران. مجمع سیاحی و خدمترسانی و مهمانخانه سیاحان بسا سازگار است برای سیر و گشت نوخانه‌داران. داماد و عروسی شادمان می توانند خاطرمان سازند توی خود را در این گوشه زیبا منظری تاجیکستان. مسافت نه اونقدر دور از مرکز شهر کولاب باستان، همگی 7 کیلومتر است تمام. بیا و ببین از این مکان، حلاوت میبری و هم راحتی جان. حدود مجمع در شب پوره چراغان، گشت و گذار آزاد تامین است برای مهمانان. مجمع بزرگ سیاحی و خدمترسانی و مهمانخانه سیاحان واقع در ناحیه واسع ولایت ختلان.